تشخیص فلش های ویروسی و ویروسیابی حرفه‌ای فلش مموری. سلام، به آکادمی آموزشی ایزی لرنینگ خوش اومدید. امروز قصد دارم تا در مورد یک موضوع خیلی پرکاربرد و همه‌گیر صحبت کنم و اون هم چیزی نیست جز ویروسیابی فلش ها. خب همونطور که میدونید یکی از دغدغه‌های همه ماها این هستش که وقتی یه فلش رو به سیستممون یا لپتاپمون وصل می‌کنیم نگرانیم از اینکه این فلش ویروسی هست یا نه، یا این هارد اکسترنال آلوده هست یا نه. من امروز میخوام چند تا تکنیک بهت آموزش بدم و چند تا راهکار حرفه‌ای بهت آموزش بدم تا اینکه متوجه بشی چطور بتونی یه فلش ویروسی رو از یک فلشی که سالم و بدون مشکل هست تشخیص بدی و چنانچه فلشی آلوده بود بتونی اون رو پاک بکنی. خب گام به گام با هم جلو میریم تا این مسیر رو با هم انجام بدیم. در قدم اول همیشه من توصیه میکنم که روی سیستمتون حتما یک آنتی ویروس معتبر داشته باشید و حتما اون هم آپدیت رو داشته باشه، یعنی آخرین آپدیت رو داشته باشه. اما فرض ما امروز این هست که یک سیستم داریم که اصلا آنتی ویروس نداره. باشه، بریم فلش رو بزنیم به سیستم ببینیم چه اتفاقی میفته. اوکی، من الان فلش رو به سیستم وصل کردم و به محضی که من این فلش رو به کامپیوترم وصل میکنم و متصل میکنم، توی بیشتر سیستم ها به صورت اتوران در بخش مای کامپیوتر یه صفحه باز میشه. ببینید این USB درایو من هست و مشخصا زده که درایو G. اولین اقدامی که باید انجام بدید این که هیچ وقت روی این فلش دابل کلیک نکنید. پس تکنیک اول، روی فلش ها دابل کلیک نکنید. چرا؟ چون ممکنه یه فایلی داشته باشه به صورت اتوران که وقتی شما این رو دابل کلیک بکنید اون آلودگی رو روی سیستم شما منتشر میکنه. اوکی، پس این گام اول. حالا میخوام یه نکته خدمتتون بگم. توی کامپیوترها من کلا خدمتتون اینو عرض کنم، توی کامپیوترها اصولا فایل ها دارای خصوصیت هستن. یعنی فایل هایی که توی کامپیوتر هست فایل ها دارای خصوصیات هستند. حالا این خصوصیات چیا هستش؟ مثلا خصوصیاتی مثل مخفی بودن، سیستمی بودن، یا ردونلی بودن یعنی فقط خواندنی، یا به صورت آرشیو بودن. 4 تا خصوصیت اصلی وجود داره: A, S, H و R. وقتی یه فایلی ما تو کامپیوتر داریم، مثلا اگر من در درایوم یه فایلی دارم به نام علی، خصوصیت خاصی مثلا داره. بیایم مثال رو بیایم روی عملی براتون انجام بدیم. من میرم تو پنجره ران و میزنم CMD. اوکی، میخوام وارد یکی از این درایوها بشم، مثلا درایو E. میام میزنم E2 وارد میشم و یه اتریب میزنم. از فرمان اتریب استفاده میکنم. وقتی من این فرمان رو بزنم، خب همونطور که میبینید بعضی از فایل های من این خصوصیات رو داره. مثلا این فایل دامپ استیک هم خصوصیات آرشیو، هم خصوصیات S و هم خصوصیات H داره. حالا چرا اینا مهم است و اصلا چرا من اینها رو دارم توضیح میدم؟ یه نکته خیلی مهمی اینجا هست. بیشتر فلش هایی که آلوده هستن، یعنی کلا ویروس ها، خصوصیت S و H و R رو دارند. یعنی اگر که شما رفتی توی یه سیستمی این فرمان رو زدی و دیدی SH و R رو داره، بدون که اون به احتمال خیلی زیاد آلوده است و ویروسی هستش. حالا از یه خصوصیت دیگه هم میشه فهمید. فایل ها معمولا دارای یه پسفندی هست توی کامپیوترها. مثلا ما میگیم که علی نقطه mp3. اوکی، این یک ساختار کلیه. ساختار کلی فایل اینجوریه بچه‌ها. میگیم نام نقطه پسفند علی نقطه mp3. من این mp3 رو که ببینم، این پسفند رو ببینم، بلا فاصله همتون میدونید که یک موسیقی هست. اگه jpg بود میدونستید عکس هست و خیلی پسفندهای دیگه که اگر بخوان و دوستان دوست داشته باشن براشون تمام پسفندهای پرکاربرد رو براش ویدیو درست میکنم. اوکی، اما یه نکته خیلی جالب اینجا هست. پسفندهای فایل های اجرایی چیا هستن؟ ببینید چند تا پسفند مهم است. اولیش اگزه هستش، دومیش بد هست، سومیش کام هست. اینها پسفندهای مهمی هستند که حتی وقتی شما یک نرم افزارم میری دانلود میکنی این پسفند رو داره. یعنی اصولا برای اجرا شدن توی سیستم عامل، برای اجرا شدن توی کامپیوتر
باید یکی از این پسوندها باشه. اوکی، حالا نکته اینجاست، ویروس ها هم از این پسوندها استفاده می کنند. اوکی، پس دومین راه چیه؟ اگر من رفتم داخل یه فلشی اتریب زدم و دیدم که این دوتا قانون براش صدق میکنه، اولی این که یکی از این پسوندها رو داشته باشه، اگزه، بت و کام، و دومیش این که اس و اچ و آ رو داشته باشه، به احتمال خیلی دیگه زیاد 99% این فلش آلوده هست. من یه فلش آلوده براتون آماده کردم، اجازه بدید. این الان وصله و این توی درایو جی من هست. میخوایم بریم با هم چک کنیم. میریم رانو میزنیم CMD و میزنیم G 2 نقطه تا وارد فلش خودمون بشیم. فرمان مهم اتریب رو میزنیم و اینجا اینم توی حالتی بگیریم که مشخص بشه. اوکی، ببینید اینجا یک سری فایل های وجود داره، اما این دوتای پایین رو دقت کنید. اولا که از رو اسمش معمولا مشخصه، مثلا اوتو، ستاپ یا یه چیزی مشابه این دوتا فایل. پسوندش چیه؟ اچ و آر رو داره، یعنی هم مخفیه هم آره. پسوندش هم که اگزاس. اوکی، پس به احتمال 99% این یک فایل آلوده هستش. پس من نباید بیام روی این فلش دابل کلیک کنم. حالا چطور اینو از بین ببریم؟ حتی این تکنیکی که بهتون میگم برای خیلی از فلش هایی که آلوده شدن، مثلا شما ویروس نیو فولدر رو همتون میشناسید، وقتی میاد تو فلش همه چی آلوده میکنه و یه شورتکات میندازه تو فلش. چطور باید اون رو از بین ببریم؟ برای ویروس کشی کامل و حرفه‌ای اینجور فلش ها و این دسته از هارد ها، رم ها یا فلش ها، تنها کاری که باید بکنید این که فلش آلوده رو وصل کنید، بیایید روی این دابل کلیک نکنید و اسم درایوش رو انتخاب کنید، مثلا جی 2 نقطه اینجا وارد بشید و این فرمان رو بزنید. میگیم اتریب فاصله همه رو با منفی آ، منفی اس، منفی آر و منفی اچ. دارم میگم همه این خصوصیاتی که توی این فایل های فلش هست رو بردار. فاصله ستاره نقطه ستاره یعنی چی؟ یعنی هر فایلی نقطه هر پسوندی. گفته بودیم دیگه ساختار یک فایل نام نقطه پسوند. اوکی، اینجا دارم بهش میگم هر نام و هر پسوندی توی اینجا بود بیا این رو بردار. اتریب اینتر. خب این کار کردیم. حالا دوباره میریم یه اتریب خالی میزنیم و میبینیم بله اوکی تمام خصوصیات این برداشته شد. یه نکته بگم، این آر یا ردونلی بودن، اگر که این آر رو داشته باشه، ردونلی رو داشته باشه، شما اجازه ندارید این فایل رو پاک کنید، چون ردونلی فقط خواندنی هست، اجازه نمیده اینو پاک کنی. پس حتما باید بیای از این دستور استفاده کنی و این رو خصوصیتش رو ازش بگیری، حالا بری پاکش بکنی. حالا برای پاک کردن چیکار کنیم؟ هم از اینجا میتونم پاکش کنم، یعنی بیام از فرمان دیلت یا دل استفاده کنم که خیلی قدیمیه، یا نه دیگه الان میتونم بیام با یه آرامش یه راست کلیک بکنم روش، دابل کلیک نمیکنم و میام اوپن نیو یا اوپن نیو فولدر یا اوپن نیو ویندو رو میزنم. اوکی، خب الان این فلش آلوده است. اگه من روی هر کدوم از اینا کلیک بکنم کل سیستمم آلوده میشه. خب چون که خصوصیتش رو برداشتم، الان دیگه خیلی راحت میتونم با انتخاب کردن و دیلیت زدن و اصلا شیفت دیلیت، دکمه شیفت رو نگه میدارم که تو سطل زبالم هم نره، با شیفت دیلیت کردن تمام این ویروس ها رو به راحتی پاک کنم. بلافاصله میبندم و میرم دوباره یه اتریب میگیرم. اوکی، اون فایل ها هم دیگه دیده نمیشه و به این شکل شما اگر فلشی داشته باشید که آلوده هست میتونید اون آلودگی رو از روش بردارید. خب این تا اینجا. حالا ما فرض میگیریم که یه فلشی رو اومدیم اشتباهی گذاشتیم و دابل کلیک هم کردیم ولی اولاشه، هنوز ویروسه کامل منتقل نشده. اوکی، من بیام چیکار کنم این تست رو براتون انجام بدم؟ میام یه مثال براتون میزنم. من فرض میگیرم که نرم افزار گوگل کروم من یک آلودگی هستش. فرض گرفتم دیگه. خب میگم این نرم افزار گوگل کروم من یه آلودگی هست. یه نکته توی سیستم عامل وجود داره، شما هر نرم افزار یا هر سرویسی رو که باز بکنید
یعنی اجرا بکنید و باز بکنید، توی پنجره‌ای به نام تاسک منیجر این دیده میشه. من برای که تاسک منیجر رو بزنم یا میتونم راست کلیک کنم این پایین یا کلید آلت و ایکس رو بزنم تا بیاد. تاسک منیجر رو میزنم و باز میکنم. تمام فرایندها، پروسس ها، پردازش ها همه اینجا دیده میشه. یعنی اگه یک آلودگی مثل اتوران یا ستاپ بت اجرا شده بود، اینجا دیده میشه که تو حافظه است. خب من میام تو همین قسمت پروسس و میام اینجا، میام و به دنبال اون اسمه که اونجا رفتم اتریب زدم میگردم. خب میگردم تا پیداش بکنم. میام اینجا، مثلا اینجا گوگل کروم. اوکی، این گوگل کروم که مثلا توی حالا این فرض ما به عنوان یک ویروس شناخته شده، اسم هستش، باید بیام یک کاری انجام بدم. اول از همه باید وظیفه‌شو قطع کنم، انتسکش کنم. روش دقت کنید، هی بالا پایینم میپره چون هی پردازش‌های مختلف داره انجام میشه و اینجا نشون میده چقدر سی پی یو اشغال کرده، چقدر رم اشغال کرده، چقدر دیسک و میام روی اون راست کلیک میکنم روی اون گوگله و میگم ان تاسک. به محضی که اینو میزنم نرم افزار گوگل بسته شد. عملا اون ویروس هم که روی سیستم شما نشسته به صورت موقت از حافظه خارج میشه، اما ممکنه سریعتر برگرده. اینو من اول ان تاسک میکنم و بعدش میام اینجا یه اتریب میزنم ببینم اینجا هست یا نه. اگر بود بدو میرم تو فلش و با همون روش دیلتش میکنم. پس اگر که این آلودگی تازه منتشر شده باشه هم میتونید با این روش این رو از بین ببرید. ولی اگر که آلودگی کامل روی کامپیوتر شما منتشر شده باشه و تمام سیستمتون رو در بر گرفته باشه، دیگه اونجا باید که معمولا اینجور مواقع شما سیستم یا لپتاپتون رو میبرید ویندوز عوض میکنید یا دست یک متخصص میدید تا شروع کنه کامل بگرده اون رو پیدا کنه. برای اون هم راه هست. یعنی اگر آلودگی کامل ویندوز و لپتاپ شما فرا گرفته باشه، یک راه خیلی جالب و حرفه‌ای وجود داره و اونم استفاده از ویندوز های لایو هست، ویندوز های زنده، ویندوز هایی که خودشون روی یک سی دی یا یک فلش هستن و تنها کاری که شما باید انجام بدید سیستم رو با اینا بوت بکنید و بتونید به راحتی تمام اون آلودگی ها رو پاک بکنید که اون رو هم من در یک ویدیو جداگانه براتون درست میکنم. البته حمایت، کامنت و لایک و سابسکرایب شما خیلی کمک میکنه به این موضوع. اگر هر سوالی داشتید توی کامنت ها برام بذارید.